حق مردم دفاع نمیکنید. مردم بی عزت و بی آبرو نیستیم. این مردم تاریخش برای همگی معلوم است. خیر است که اگر 4 تا مفسد بیدین سران خائنش معامله‌گر با یهود و نصارا شدند. این مردم مسلمان است، این مردم مجاهد است، این مردم قهرمان است که روس و انگلیس بابا و اجداد شکست داد. تکبیر! تکبیر! با چشم حقارت، با چشم چیز با مردم، با این مردم ننگرید. این مردم مسلمان است، مردم مجاهد است، این مردم سرباز اسلام است، از حق خود دفاع میکنند، زیر همین پرچم مقدس اسلام دفاع میکنند. ما که طالب شدیم بس همین خود نشدیم، ما از حق مردم خود دفاع میکنیم، با کسی اجازه نمیتیم بالای مردم ما ظلم کنند. و ما مخلص هستیم، صادق هستیم، ما خائن نیستیم. اگر ما سخن حق بگوییم باز ما را از جمع خائن کسی حساب نکنه، پروای کسی را ما نداریم. امیر ما خلیفه صاحب است، خلیفه صاحب بزرگوار حفظ الله، ما باید کردیم بار شما خیانت خو نکردیم. چرا جفا در حق ما بشود؟ چرا حق حقوق ما پایمال بشود؟ چرا امتیاز 4 تا مفتخور میخورن؟ چرا به مردم دستور داده میشود که بعضی ها اینطور جنایت میکنن مردم هم میکشن؟ ما از جمله مخلصین هستیم، فی سبیل الله بر رضای حق تعالی ما مبارزه میکنیم، جهاد میکنیم در برابر منافقین، در برابر کسانی که مقاومتگر ناحق مزدور یهود نصارا هستند. ولی در حق ما جفا نشود، نامردی نشود، مفتخورانه هستیشون پرسان کنید، سخت پرسان شود که چرا جفا میشود، چرا نادیده گرفته میشود، چرا امتیاز مجاهدین خورده میشود، چرا در برابر بی‌عدالتی ها خاموش مینشینند، چرا عدالت درست تطبیق نمیشود، چرا عدالت عمری تطبیق نمیشود. مولوی صاحب یعقوب حفظ الله، شما مجاهد هستید، پدرتون مجاهد بود، چرا برای مسئولین دستور نمیتین که چرا این بی‌عدالتی ها صورت میگیرد؟ برادر ما کسی نیستیم که سرخمی وظیفه کنیم، ما مجاهد هستیم فی سبیل الله. ما از بابا و اجداد خادم مردم بودیم، از اون مردمان غلام بچه و سرخم ما نیستیم، از حق مردم خود دفاع میکنیم. ما مجاهد امارت اسلامی هستیم، ما حق کینمال نمیکنیم، از حق مردم خود دفاع میکنیم. با شما هموطنان عزیزم میگم مردم که از نظام اسلامی حمایت کنید، صادقانه بدون تملق چاپلوسی. پیشتر براتون تذکر دادیم که بلایی که از آسمان تا نمیشه که برای تو حکومت کنن. ما باید از نواقص خود جور کنیم، کسانی را امیر و فرمانده بسازیم که صادق و مؤمن مسلمان مخلص باشه، کسی که جاهل باشه، در فکر چور چپاول باشه، در فکر حق تلفی باشه. بر از او اجازه ندهیم که ما یک نظام امارت اسلامی را که خون هزاران هموطن ما ریختانده شده و خون دل از ما ایجاد شده، ما این نظام باید بسازیم. اگر خدا بالای ما پر غضب شما خود دیگر باز زندگی ارزشی نداره. حق بین ما و نظام کفری اشرافانی باید بسازیم. از شما دوست